سلام، به اولین قسمت از پادکست مؤلف خوش اومدید. توی این پادکست ما قراره در مورد کتاب فلسفه تنهایی لارس اسپنسر صحبت بکنیم، ترجمه خشایار دهیمی که توسط نشر نو با همکاری نشر آسیم به چاپ رسیده. لارس اسپنسر قبل از این کتاب میاد در مورد مقوله های فلسفه ملال و فلسفه ترس هم صحبت میکنه و بیشتر علاقه‌مند به حس‌های انتزاعی و حس‌های عمیق در انسانه و بعد که میاد در مورد فلسفه تنهایی صحبت میکنه خیلی عمیق این موضوع رو میشکافه و از ابعاد مختلف این رو بررسی میکنه. اولین گامی که برمیداره میاد در مورد تفاوت احساس تنهایی و تنها بودن صحبت میکنه. برای مثال وقتی که شما داخل یک جشن تولد 20-30 نفره اید ممکنه که با هیچ کدوم از اون افراد ارتباط نگیرید و احساس تنهایی بکنید، یا بالعکس وقتی در خونه تنها دارید یک فیلمی میبینید، دارید یک آشپزی میکنید، یک کاری انجام میدید تنها و هیچ احساس انزوا و تنهایی ندارید و خیلی سرخوش و خوشحالید. برای همین میاد این تفاوت رو قائل میشه که لزوما تنها بودن به منظره احساس تنهایی کردن نیست، یا کسی که دور و برش شلوغه عموما اینجوری نیستش که بگیم نه این فرد عموما احساس تنهایی نمیکنه و انسان تنهایی نیستش. یه جمله قشنگ توی این کتابه هستش، از اونایی که میتونید قاب کنید بذارید این گوشه یا این گوشه یا اینکه برای هم دیگه شیر بکنید، اینه که میگه که تنهایی مثل یک ترس میمونه و یه دونه احساسه و همون قدری که ترس میتونه به همون یک هشدار بده، یک آلارم باشه، دقیقاً این احساس تنهایی هم به همین شکله و میتونه زمانی خطرساز بشه که این گسترش پیدا بکنه. مثلا شما ممکنه یک فردی از ارتفاع بترسه، لزوما ترس از اون ارتفاعه یک معضل خیلی بزرگی نیستش، اما اگر از ارتفاع بترسه، از میز بترسه، از جونور بترسه، از باد بترسه، از صدا بترسه، از همه چی بترسه، اون موقع است که این ترسه شیوع پیدا کرده و ممکنه که مشکل ساز بشه. تنهایی هم همین، اگر که تنهایی شیوع پیدا بکنه و زیاد بشه و این احساس تنهایی مداوم همراه شما باشه، جز مسائلیه که حالا باید پیگیری بشه و بهتره که در موردش بیشتر توجه بکنید. من چند روز پیش داشتم با یک نوجوان و یک فرد 14-15 ساله صحبت میکردم و این موضوع اومد که خانواده ها خیلی به این میپردازن که شما توی سوشال مدیا هستید و همیشه گوشی دستتون رو دارید خودتون رو تنها میکنید و آدم گوشه‌گیری شدید و لارس اسپنسر میگه که نه، اوکی، حالا اون به ابعاد دیگه‌اش میشه پرداخت که اون چه پیامدهایی داره، اما میگه که اشتباه نکنید، اینی که من داخل گوشیم، داخل سوشال مدیا هم، داخل اینستاگرام هم، داخل فیسبوک هم، داخل تیک تاک هم، این معنی تنهایی نیست. شما تنها نیستید اون زمان، شما اون موقع دارید ارتباط برقرار میکنید با جامعه، با سوشال مدیا و اتفاقا فکر کنید ببینید تا الان چقدر زمان بوده که شما تنها بودید، چقدر تونستید تو اون تنهایی به خودتون، به روابطتون، به زندگیتون، به هر چیزی فکر بکنید و این خیلی اهمیت داره. یه نقل قول دیگه دارم از اینایی که بازم میتونید اینجوری قاب کنید یا برای هم دیگه شیر کنید، بفرستید. میگه فقط کسی که میتونه عشق بورزه اون تنهایی رو حس میکنه. خیلی جمله قشنگیه، یعنی میگه که لزوم این که شما تنهایی رو حس بکنید و متوجه بشید این تجربه‌ای که شما دارید، تجربه حس تنهاییه، اینه که بلد باشید عشق بورزید، بلد باشید ارتباط برقرار بکنید، بلد باشید محبت کنید و اون زمانه که اون تنهاییه و حس تنهایی خودش رو نشون میده. من برای یه مدت خیلی درگیر سری از کارها بودم و یه روز اومدم نشستم توی یک پارکی و فقط به صدای پرنده ها گوش دادم و اون موقع حس تنهایی رو تجربه کردم، این که اوکی
ربطی نداره تو چقدر آدم دور و برته. حتی اگر تنها باشی و مشغلت زیاد باشه، تو اون حس تنهایی رو نمیتونی تجربه بکنی و اون هم به نظر من وجوه مثبت و منفی داره و خیلی اهمیت داره که شما از چه بودی بهش میپردازید. کتاب فلسفه تنهایی اسفنسن 8 فصل داره که فصل اولش در مورد جوهر تنهایی صحبت میکنه، فصل دومش در مورد احساس تنهایی، فصل سوم چه کسانی احساس تنهایی میکنن و فصل چهارم تنهایی و اعتماد، فصل پنجم تنهایی، دوستی و عشق، فصل ششم فردگرایی و تنهایی، فصل هفتم خلوت‌گزینی، فصل هشتم احساس تنهایی و مسئولیت. خیلی کتاب مفیدی هم بهتون پیشنهاد میدم بخونید. اگر خوندید لطفا نظرتون رو در مورد کتاب کامنت کنید، اگر نخوندید خواهش میکنم که بخونید و باز نظرتون رو بیاین کامنت کنید. خوندید نخوندید سابسکرایب کنید و منتظر قسمت‌های بعدی مؤلف باشید.